قضیه ناف آشکار. یک روز از بازار برون شدم که به خانه داخل روم. در میانه راه یگان دخترکی دیدیم، زیبا موی، خنده روی، قندگوی، گل دیوار ایستان شده مو در روز، پیران پلنگی به تن کرده، از بالا تو بنده لخت، از پایین ناف آشکار. اوف! ترسان و لرزان گام پیش کردم تا گپ کنم با وی. دلم من مکنده میشد پی در پی. هی گفته کردم دخترک زیبا، با من ازدواج میکنی؟ گفته کرد ها، خرچک دادن میتونی؟ گفته کردم ها، خرچک دادن میتونم. کارگر مردی هستم، نون از بازو خور. گفته که پس بزن بریم محضر، مرا عقل کن. خوشحال و شادان تا اینکه دخترک افتاد به رو، دیدیم این افلیج است، نه اینکه ایستان شده به روز مود. 2 قدم با وی رفتم، کوچه سوم ایرانی مرامش کردم، پیچیدیم به بازی در رفتم. گمش کردم دخترک قرتی را به عمد، تا اینکه رسیدم به خانه من با خیال جمع. در را که کوفتم با مش به چند، دختر خاله یا چسبان ما در را گوشیده کرد به من. گفته کردم ای نام زدکم، دختر خالکم، گلدوخ جان سلام. گفته کرد ای مردک نابکار، من بودم آن دخترک ناف آشکار، ویلو کرده بودم برای تو دام. گفته کردم چگونه تو با این کلوفت صدا؟ گفته کرد خرچک دادن میتونی؟ چهره من دیدن داشت اینجا جانی برادر، از آن ور مانده، از این ور رانده، عینک و انتر. خدا را شکر میکنیم که از این قضیه 12 سال است گذشته است. دختر خاله گلرخ از من شکم هفتم حامله است. خواستم فقط آرز شوم خدمت برادران وطندارمان. هول نکنید و نترسید از ناسربلندی در اینجور امتحان، چرا که به قول آقای کامیاب، آن دخترکی که تو را چسبان است ویلت نمی کند تا در تو مردی عیان است.